دادگاه شهر مسکو زاده تاجیکستان زاهدوف احمدجان محمدجانوویچ را که 36 سال دارد و در پایتخت روسیه همچون راننده تاکسی و اسطوره سنتخنیک کار میکرد با جرم‌های سنگین خیانت به دولت و قاچاق سلاح محکوم به 13 سال زندان نظامش سنگین کرده است. دادگاه زاهدوف احمدجان محمدجانوویچ را به 13 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. او بر اساس دو بند کدکس جنایی روسیه ماده 275 خیانت به دولت و ماده 30 و 226 قصد قاچاق سلاح گناهکار دانسته شد. خبر دادن در دادگاه شهر مسکو. جزئیات پرونده نشر نشده است چون که آن امور مخفی داشت و پشت درهای بسته بررسی شد. از زاهدوف در دادگاه ادوکات از طرف دولت تعیین شده حمایت کرد. او روز 2 نوامبر سال 2023 از پاسخ به سوال خبرنگاران نشریه مدیازونه درباره اینکه آیا زاهدوف اتهام اعلان شده را قبول دارد یا نه دست کشیده است، ولی گفته است که از حکم سنگین شکایت خواهیم کرد. عیبدار کننده و سفید کننده در دادگاه روز 27 اکتبر سخنرانی کردند، ولی معلوم نیست که عیبدار کننده از دادگاه برای زاهدوف چند سال خواسته است. خبرنگار مدیازونه از دادگاه مسکو خبر داد که احمدجان زاهدوف بر اساس بند خیانت به دولت به 12 سال و 6 ماه زندان و بر اساس بند قصد قاچاق به 4 سال دیگر محکوم شد و قاضی پرونده الکساندر ریباک برای جمع و طرح حکمها نسبت به او 13 سال حکم نهایی تعیین کرد. ریباک گفته است که زاهدوف در 2 حالت قاچاق و 6 حالت قصد قاچاق گناهکار شناخته شده است. درباره شخصیت محکوم شده معلومات زیادی در دست نیست، اما با این همه نامعلوم باقی میماند که احمدجان زاهدوفی که در مسکو همچون تاکسیست و سنتخنیک کار میکرد چه گناهی کرده است که با چنین اتهامات سنگین چون خیانت به دولت و قاچاق سلاح محکوم به 13 سال زندان شود. این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان در روسیه با چنین جرم‌های سنگین به دست می‌افتند. در نیمه دوم ماه سپتامبر سال جاری در ولایت مسکو هنرپیشه 32 ساله سینما از تاجیکستان شریفجان تلوزاده با اتهام جاسوسی به منفعت اوکراین بازداشت شد.